بچه ها امروز ویدیو جدیدمون راجع به اینه که امروز من با $5 با $10 و مامانش با $0 همه که چقدر میتونیم خرید کنیم. خب بگو تا کدوم محل خرید پیش رفتی؟ من میخوام دلمه درست کنم با $10 واسه همین سیب زمینی رو بدال گرفتیم که نمیشه باش دلمه درست کرد. پس میخوای با چی درست کنی؟ استفاده میشه. من میخوام پیزا درست کنم. مواد اولیه پیزا با $5 چیه؟ بهتون میگم الان کجا خریدم چون میخوام بهترین ناپولیتن رو درست کنم. انقدر که حقا نه بلد بودیم برداری کنی ها. اینکه شو کار کنه دید نه حالا بیا اینجا مواد اصلی چیه؟ من دودول قبلی رو میخوام. من دودول قبلی رو میخوام. خب حالا میخوایم حساب کنیم. بهم بگو موجودی کارتی که بهت دادم چقدر بود؟ $10 تقریبا میشه 6,900. من دستم خیلی باز بود همه اینا رو خریدم. $10 میشه. یک ویدیو یوتیوب این ضرر رو داشته. بچه‌های ویدیو یوتیوب تو تربار نگیرین. خرابکاری کردن اینا. بله. قاسم حاج قاسم. اگه یه ذره سرحال نیست آقا قاسم به نظرتون اینا؟ یه کوچولو سرحال ببخشید دیگه. آش فهم ندارم اینا دو دختر جوان منمون گذاشت کرد. مرسی ممنونم. اینو یه ریدم. بچه ها ما گند زدیم به تربار. اگه دوست داریم چالش بعدیمون گند زدن به فروشگاه زنجیره‌ای باشه لایک این ویدیو برسه به 10K. ریدم. بچه ها اگر موافقین که ما چالش بعدیمون به درهم باشه لطفا لایک کنیم ویدیو رو. فقط برای تامنیلمون یه کامل بگیریم. ایطور اینجا رو بچه ما نیاز داریم که ویدیومون 8 دقیقهش پر شه و میخوایم چالش جدید رو باهاتون اجرا کنیم. چالش 24 ساعت تو پیکی. ریدم. چالش سلامتی. چالش بعدیمون 24 ساعت تو صندوق 207. یه چالش شوبره این یک خیار چنبره میدونید. حالا به همین صورت حاجی فاک اگه قبول داری کیسانجه رو میزنم تو جیبم آقا پلیس ما داریم از تربار فرار میکنیم. خب ببین بچه ها پلیس اومد برای اینکه ما آلبالوها رو زیر کردیم میخواد ما رو دستگیر کنه. ما سریع داریم با سرعت برق و باد از تربار خارج میشیم. خیلی استرسی شدیم هممون. نظر چیه؟ به نظر میتونیم پلیس ها رو دور بزنیم یا نه؟ هی میگم مادا جلوم نبام که من دیوانه بشن حرف ما. خب بچه ها ویدیو امروزمون تموم شد. ریدیم به تربار سیخنان. اگه دوست داریم ویدیوی بعدی توی ونکوور با آریا کیوبستر باشه حتما لایک و کامنتاتون رو این زیر ببینم.